میخوام در مورد نقل و انتقالات فوتبال به خصوص باشگاه استقلال و با چه بازیکنان تمدید بشن و در چه پست های ما چه بازیکنانی کم داریم که باهاشون قرارداد ببندن. این کلیدی ترین در واقع بحث امروز ما هست در مورد باشگاه استقلال تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به چنل ما. امروز گفتم که میخوام در مورد نقل و انتقالات فوتبال استقلال و با چه بازیکنانی تمدید کردیم یا باید تمدید بکنیم و در چه پست هایی چه بازیکنانی ما نیاز داریم. تقریبا اگه بخوایم یه نگاه کلی بندازیم در اکثر پست ها استقلال نیاز به بازیکن داره، ولی خب میخوایم یه کمی در واقع دقیق تر بررسی کنیم. ابتدا میریم رو خط دروازه استقلال، جایی که سید حسین حسینی و خالد آبادی رو داره. دو تا دروازه‌بانی که به نظر من دروازه‌بان‌های خوبی هستن، حداقل جزو دروازه‌بان‌های با کیفیت لیگ محسوب میشن. حتی خالد آبادی فرصت زیادی پیدا نکرد، فقط بازی با تراکتور بود. خالد آبادی بسیار خوب این نقشو در واقع از پس این نقش بر اومد. حسینی هم نشون داده که در اکثر سالهایی که دفاع خوبی داشته باشه در واقع دروازه‌بان خوبی هست. ما در این پست انقدر احساس ضعف نمی کنیم، گرچه یه دروازه‌بان اگه 6 تنگ دیگه داشته باشیم خیلی به کار میاد. مورد دوم در مورد خط دفاعیه، جایی که بازیکن استقلال اون در واقع هارمونی یا کامل بودن رو ندارن. جایی که ما اکثر بازیکنان خط دفاعی استقلال تو ضربات هوایی بسیار خوب عمل میکنن. یعنی شما نگاه کنید تو ضربات ایستگاهی، تو ضربات هوایی بسیار زیبا عمل میکنن، بسیار پرقدرت مسلط عمل میکنن. اما جایی که باید با هم دیگه هماهنگ باشن، مثلا تو سرعت ها، تو جا موندن، اینها رو اکثرا جا میمونن. یعنی خط دفاعی استقلال اگه دقت کنیم تو بازی، فکر میکنم بازی با کدوم تیم بود، علی علیاری اگه اشتباه نکنم، بازی فکر کنم با زوبا هم بود، از وسط زمین توپو میگیره و 45 متر رو تو دروازه استقلال میره و این توپو تبدیل به گل میکنه و هیچ بازیکنی از خط دفاعی استقلال حتی نزدیک نمیتونن بهش بشن. و این بزرگترین نقطه یا بزرگترین عیب تیم استقلال تو خط دفاعی بود. شما سیلوا رو نگاه کنید، چه سیلوا، چه مرادمند، چه ایمان سلیمی، چه سهرابیان، آرمین سهرابیان، همشون تو ضربات سر تو ایستگاهی عالی عمل میکردن. اما اگه نگاه کنید تو سرعت، تو کورسا همش جا میموندن و این بزرگترین نقطه ضعف استقلال بود تو خط دفاعی. گرچه جواد نکونا با همین یارایی که داشت تونسته بود تقریبا یه هماهنگی بین اینا ایجاد کنه، یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگو تشکیل داده بود. اما این دلیل نمیشه که ما نقطه ضعف‌ها رو نگیم، عیب و ایرادا رو نگیم. بالاخره این بوده. ما سمت راست و چپ، یعنی صالح هردانی و ابوالفضل جلالی رو اگه دقت کنید، تو ابوالفضل جلالی که اصلا قسمت سمت چپ رو بیمه کرده بود برای استقلال، ما مشکلی تو اون بابت نداریم. صالح هم بسیار سرعتش خوبه، بعد بسیار بازیکن با تعصبی، کمک میکنه. صالح جزو اون بازیکن هست و جلالی تو این قسمت، تو قسمت صالح اگه بتونیم یه بازیکن 6 تنگ کامل بخریم تقریبا عالیه. برای ابوالفضل جلالی هم یه بازیکنی داشته باشیم در حدش که گاهی وقتا اگر جلالی مصدوم شد یا محروم شد به هر دلیلی، ما بازیکن جاش داشته باشیم. تو خط هافبک، جایی که بزرگترین نقطه ضعف استقلال بود، هافبک های ما، یعنی بعد یامگا که رفت بیرون، که این یامگا که مصدوم شد کل فصل رو تقریبا از دست داد، مهدی پور هم نتونست اون نقشا رو به خوبی ایفا کنه. مهدی پور هم 7-8 بازی آخر مصدوم شد تقریبا. جایی که استقلال هافبک خلاق طراح نداشت، ما وینگرایی نداشتیم که خلاق باشن، هی بخوان توپو بتونن پاسای تو در از زیبایی بدن یا بخوان بازی رو در بیارن، بخوان بازی رو کندش کنن. چرا؟ فقط تو کند کردن مهدی پور خوب میتونست بازی رو کندش کنه که بازی رو نگه داره، فقط تو این قسمت. وگرنه ما هیچ گونه خلاقیتی تو هافبک و استقلال ندیدیم تو این فصل.
یعنی نداشتیم اصلا. شما نگاه کنید زبیر نیکنفس یا روزبه چشمی هافبک هایی هستن که تو بازی تدافعی، تو سیستم تدافعی آقای نیکونام خیلی بازیشون به چشم اومد. روزبه رو نگاه کنید، یک کاپیتان بسیار بسیار با اقتدار، با قدرت و بسیار داره خوب عمل میکنه. این روزبه خب تو بازی های تدافعی بازیش اصلا به چشم میاد، لذت میبری. اما تو زمان فاز هجومی میره تیم، تو فاز هجومی ما بازیکنان خلاق نداریم، بازیکنان نداریم بتونن فرصت ایجاد کنن. باید فرصت ایجاد بشه، فرصت ها باید طوری باشه که تماشاگر هم از اون بازی لذت ببره، هم تماشاگر هم در واقع همه. ولی شما دقت کنید با همه این بازیکنان، با این کمبود مهره، با این بازیکنان خیلی متوسط، استقلال تونسته بود، آقای نیکونام تونسته بود استقلال رو یه تیم در واقع مدعی قهرمانی، شاید خیلی هم گفتن اصلا قهرمان واقعی لیگ بوده. این هنر آقای نیکونام نشون میداد، وگرنه استقلال بازیکناش در حد متوسط بود، مخصوصا تو خط هافبک. تو خط حمله هم که بگذاریم، آرمان رمضانی تقریبا بنده خدا بازی گرفته نشد، یا بازی گرفته نشد کلا. اون بازیکن دیگر استقلال هم معمولا بهشون بازی داده نمیشد، فقط بلانکو و مهرداد محمدی بود. مهرداد بازیکنی بود که هم خوب جا نیفتاده تو استقلال، گل هم زد، فکر میکنم 8 گل زد تو این فصل برای استقلال. بسیار بازیکن با تکنیکی هست، هنوز به اون هماهنگیه دست پیدا نکردم. بلانکو هم یه بازیکنیه که تو ضربات ایستگاهی، تو ضربات سر بسیار قشنگ عمل میکنه، بسیار در واقع خلاق هست، فرصت طلب هست. اما باز هم یه مهاجم تمام عیار و کامل نوک نیستن اینا، هیچ کدوم. ببینید ما یه زمانی در تیم ملی ایران خداداد عزیزی و علیدایی داشتیم که تکمیل کننده هم بودن، مکمل بودن. یکیشون تو ضربات سر ایستگاهی بسیار خوب عمل میکرد، یکیشون بسیار تکنیکی نقش یک وینگر رو بازی میکرد، نقش یک پاسور رو بازی میکرد، جاهایی هم که لازم بود گل‌های زیبایی میزد. یعنی ببینید اینها باید مکمل باشن، باید تکمیل کننده هم باشن. خب حالا ما میایم میبینیم برای این فصل اومده مهرداد محمدی یه سال دیگه تونسته قرارداد تمدید کنه. مهرداد محمدی، ابوالفضل جلالی هم دیشب در واقع میگفتن که قراردادش 1 سال به طور خودکار، مثل که مدیرا حالا 25% به قرارداد قبلیش اضافه کردن، اومدن قراردادش 1 سال دیگه تمدید کردن که در خدمت استقلال باشه. ابوالفضل پسر خوبیه، تو استقلال جا افتاده، حیفه، باید بمونه تو استقلال تو چند سالی تا تو اوج کامل در واقع به کشورهای دیگه بخواد بره. و روزبه چشمی تمدید شده، مرادمند گفته من قراردادم قلبیه با استقلال، اون هم همینجور. صالح حردانی هم همینجور. اینا قراردادهایی بود که 1 ساله بودن، تمدید شدن یا تمومه کار. اما حالا چه بازیکنایی ما نیاز داریم؟ ببینید ما تو خط هافبک یکی مثل سعید صادقی که الان هافبک پرسپولیس هست، خب که خیلی هم صحبت هست، شاید یاغی بعدی فوتبال ایران هم باشه. ما نیاز داریم به یه بازیکن مثل سعید صادقی که یه وینگری باشه که خلاق باشه، به یکی مثل در واقع مهدی قائدی نیاز داریم مدرن. خب مامیتیوم رو نیاز داریم تو خط حمله، سعید عزت اللهی رو نیاز داریم، یا جهانبخش، علیرضا جهانبخش. الان صحبت زیاده در مورد اسامی که لینک میشن به باشگاه استقلال. سامان قدوس هم بود، منتها سامان جواب منفی میگه داده، درخواست باشگاه دوست داره در انگلیس به بازیش ادامه بده. ببینید اگه سامان قدوس باشه طبعا خیلی از مشکلات اون وسط رفع میشه برای ما. استقلالی باید بدونن ما تو خیلی از خطوط با کمبود بازیکن مواجه بودیم و این کمبود بازیکن تو طول فصل به ما خیلی ضربه زد. ما نتونستیم بعضی جاها مثل بازی با نساجی، ما نیاز داشتیم به اون 3 امتیاز. تیم جواد نیکونام خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد، تمام توانشو گذاشت، اما بیشتر از این دیگه توانشون نبود بازیکن‌ها، یعنی نداشتن چیزی بیشتر از این که ارائه بدن.
هنر آقای نکونام در اینه که از بازیکنان خودش صدی که داره بازیکن صدش رو به کار میگیره، یعنی صدش رو استفاده میکنه تو بازی. این هنر آقای نکونامه. شاید خیلی از مربیان این هنر رو نداشته باشن، اما این دلیل نمیشه که ما بیایم برای فصل جدید هم بازیکن نخریم و همون روال قبلی با طرفدارا رو گول بزنیم، طرفدارا رو هی وقت کشی کنیم، ما فردا میخریم پس فردا میخریم. ما هنوز تکلیفمون با آقای نکونام چیز نشده، کامل نشده، یعنی مجوز حرفه‌ایگری سرمربی استقلال باطل اعلام شده. ما هنوز نمیدونیم که برای فصل بعدی آقای نکونام سرمربی تیم هست یا در واقع مربی خارجی یا مربی دیگری قرارداد میبنده. هیچ کدوم اینا هنوز نیست. ما در واقع درخواست داریم هر چه زودتر این اتفاق بیفته، یه اتفاقی خوشایندی برای باشگاه استقلال بیفته. و دوستان عزیز خیلی ممنونم وقت گذاشتید، نقطه نظراتتون و انتقادات رو ما حتما کار ما ایراد داره، ایرادها عیب و ایرادها رو بگید تا ویدیو بعدی رو بهتر و کاملتر ارائه بدیم. خدا